کدام رمضان، کدام تابیداری پیغمبر، کدام تابیداری. ای کاش ما حقیقت تابیداری رسول الله را درک میکردیم. بالله قسم اگر ما مقام و منزلت رسول الله صلی الله علیه و سلم بفهمیم آن قدر دقیق میشیم. مثل عایشه رضی الله عنها واره، مثل ابن عباس رضی الله عنهما واره که شب در خانه خالی خود تیر میکنه، مراقبت میکنه حالات پیغمبر، که پیغمبر شب چی میکنه. زمانی که رسول الله میخیزه برای تهجد، ابن عباس رضی الله عنها مشتاق بچه است، میخیزه او هم وضو میکنه، میاده پالوی رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد میشه. بچه است، بچه. او باید غم آخرت نداشته باشه، تشنه بازی خود بکنه، خطی بچه تو بازی بکنه. ای الله، کسی را که الله انتخاب میکنه برای فهم دین او را انتخاب میکنه. ابن عباس همونطور مفسر قرآن نیست، همونطور رسول الله برش دعا نمیکنه. اشخاصی است که الله ضمیرش برای دین ساخته، دنبال دین میگرده. او میگه که در طرف چپ رسول الله استاد شدم، رسول الله دست تیر کرد، از گوش گرفت طرف راست استاد کرد مرا. ای افسوس. انس نقل میکنه، انس رضی الله عنه شاگرد در سالی رسول الله در خانه ام سلیم رسول الله میآید، نفل استاد به نفل استاد میشه. انس رضی الله عنه در پالوش استاد میشه، ام سلیم رضی الله عنها در پشت سر استاد میشه. طریقی صف جور کردن بر ما نشان میده، بر ما نقل میکنه. ای دعاگرای محبت پیغمبر کجاستیم؟ رسول الله در کل عمر اعتکاف کرده، در سالی که وفات میکنه رسول الله 20 شب اعتکاف کرده. ما اعتکاف میشناسیم. ما به مو دوستای خود بالله قسم دل ما سرتان میسوزه، ای بیادرایم بالله قسم عناد نداریم قدتان، حسد نداریم قدتان، ولی یک چیزی که مرا جور میده همیست که ای ملت دین دوست، ای محبت کردنی دین، شما را بالله قسم در مسجدتان معتکفه به پول و پیسه و به کرایه شاندی، یعنی که جوان است اشتیاق داره، آمده در مسجد جای پیدا نمیشه. این مسجد که خردک از خردک به نسبت مساجد کابل نه جای داره، نه احاطه داره، نه جای وضوی صحیح داره، نه فرش و ظرفی صحیح داره، نه رنگ و روغنی صحیح است. ولی الحمدلله ثم الحمدلله ما کسایی که گریان میکنه میگه لیست پوره شدم از اعتکاف باقی مانده. جوان در سن جوانی گریان میکنه که ما لیست پوره شدم، ما اعتکافم امسال میمانه. و جوان برو سریال ببین، جوان برو در قوشخانه، جوان برو در سینما خانه، ولی جوان میگه که اعتکافم امسال نمیشه. این چه قسم سرم تیر شود. هنوزم شما رای حقیقت و حق نشناختی.